در شرایطی که سلامت مادر و نوزاد یکی از شاخصهای مهم توسعه سلامت در یک کشور به شمار می رود، نقش دکتران متخصص نسایی ولادی حیاتی است. برای بررسی وضعیت خدمات صحی در بخش زنان، چالش‌های موجود، دستاوردها و نیازهای این بخش گفت و شنود داریم با دکتر صاحب سمیرا شهیر رحیمی، متخصص نسایی ولادی و موظف در سرویس جراحی نسایی شفاخانه انکولوژی، پروگرام کنترل ملی سرطانها. سلام، وقت شما بخیر. خوش آمدید دکتر صاحب برنامه. سلام خدمت شما، خدمت دوستایی که برنامه را میبینن. امیدوارم که شما صحت داشته باشین و دوستا همگی سلامت باشین. سپاسگزاری میکنم دکتر صاحب از اینکه فرصت گذاشتین. در حال حاضر وضعیت عمومی خدمات صحی در بخش نسایی ولادی در افغانستان چگونه است؟ آیشه جان، قسم که شما میفهمین با هر تحولی که در یک کشور واقع میشه، چی تحول سیاسی باشه، خصوصا در 4 سال اخیر یک تحول بسیار بزرگ سیاسی در افغانستان واقع شد، حکومت تغییر کرد، هیچ بخشی از تحولات مبرا نماند که از جمله بخش صحت افغانستان بود. بر شما معلوم است که یک تعداد زیاد کادرهای صحی از افغانستان رفتن به خارج از کشور، یک تعداد کمک‌های زیاد کشورهای خارجی قطع شد و این مستقیما تاثیر، خصوصا تاثیر منفی بالای عرضه خدمات صحی در افغانستان وارد کرد و به می ترتیب در بخش صحت مادر نوزاد و عرضه خدمات صحی برای مادر نوزاد که در شفاخانه ها صورت میگیره هم با چالش مواجه شد، خصوصا در ولایات افغانستان، مناطق بسیار دوردست، یک تعداد کلینیکا و مراکز صحی که تحت حمایت کشورهای خارجی بودن، انجوها بودن که اونا را پیش می بردن، از این مشکلات و از این پرابلمایی که اونا به حساب دفاتر ایلا دادن، معاش پرسنل صحی را به وقتش اجرا نکردن یا ندادن و از حمایت خود اینا به حساب دست کشیدن. این سبب شد که پرابلم های صحی را در اون مناطق به وجود بیاره. با وجود از او هم فعلا وزارت صحت عامه دولت امارت اسلامی افغانستان زیاد در کوشش است که پرابلم ها و چالش هایی که به وجود آمده همه از را تا جای و تا حد امکانه که میتونن او را برطرف بسازن تا خدمات خوب و عرضه خوب خدمات صحی برای صحت مادر طفل در افغانستان صورت بگیرد. در لابلای صحبت‌هایتان از چالش ها هم یاد آور شدیم که چالش هایی هست که دکتر صاحبان با ایشان مواجه است. بزرگترین چالش عمده که دکتر صاحب های بخش نسایی ولادی با مواجه هستند کدام ها از دکتر صاحب؟ بزرگترین چالش خب در قدم اول کمبود منابع است، کمبود کادرهای مجرب است. قسم که شما در جریان هستین، بخش تعلیمات صحی عالی و ابتدایی متاسفانه تا به حال فعال نشده و گرچه تا یک حدود امی کادرهایی که موجود هستند خالیگاه ها را پر می سازند، ولی باز هم ضرورت است که کادرهای جدید و جوان و با انرژی تربیت شوند و عرضه خدمات صحی بکنند که در پولی از یک تعداد کادرهایی که از افغانستان مهاجرت کردن جای از اونا مثلا خالی موند و بیشترم گفتیم که مثلا یک تعداد تجهیزات لازمی که با معیارهای جهانی و برابر است در افغانستان موجود نیست، دوای با کیفیت که یک بخش عمده عرضه خدمات با کیفیت صحی در بر میگیره در افغانستان متاسفانه موجود نیست. بازم در این عرصه وزارت صحت عامه و بخش دوا بسیار زیاد زحمت میکشند، کوشش میکنن که همو دواهای با بیکیفیت جلو ورودش به افغانستان بگیرن، ولی باز هم تا با حال این مشکلات به شکل درستش حل نشده و ما امیدواری خود از دست ندادیم. تا با حال هم امیدوار هستیم که این پرابلم ها حل شود و عرضه خدمات صحی به شکل معیاری و درست و تا حد امکان به شکل صحیحش برای مردم عرضه شود. سلامت باشین دکتر صاحب. انجمن دکتران نسایی ولادی چه فعالیت در این زمینه کرده برای بهبودی خدمات انجام شده در افغانستان، خصوصا در بخش نسایی ولادی چقدر سهولت ها را برابر ساختن در پهلوی از اینکه خدمات ارائه میکنند؟ انجمن دکترای نسایی ولادی که خوشبختانه ما هم افتخار عضویت انجمن دکترای نسایی ولادی را و مسئولیت کمیته سرطانای انجمن دکترای نسایی ولادی افغانستان دارم.
کارهای زیادی را به خاطر بهبود کیفیت ارزی خدمات صحی بر مادر طفل در افغانستان انجام داده. خصوصا دمی 4 سال گذشته زیاد کوشش کردن، با وجودی که پرابلم ها بسیار زیاد بود. شما باور بکنین که تمام همی 12 کمیته که در انجمن دکترای نسای ولادی افغانستان یا افسوک فعالیت دارن، اینا تمام افرادش و کسایی که کار میکنن در این عرصه رضاکارانه کار میکنن. اینا تا حد امکان کوشش کردن که ورکشاپ ها را دایر بکنن، سیمینارها را دایر بکنن، راهنمودها را ترتیب بکنن تا به یک شکل اگر بتونن ارتقای ظرفیت برای دکترها زمینش مساعد بسازن تا ارزی خدمات صحی بهبود بیافته. در رأس انجمن دکترای نسای ولادی یا افسوک دکتر صاحب نجم سما شفاجو هستند که اونا از یعنی با بسیار محدودیت‌های زیاده که در دسترس دارن، یعنی از نظر اقتصادی خصوصا، ولی هیچ وقت امید خود از دست ندادن، فعالیت‌های خود بیشتر ساختن، اعضا را ترغیب بریحی کردن که ما هر قدر کوشش اگر بکنیم، هر قدر ما زحمت اگر بکنیم، به می چیز ناچیزی که در دسترس داریم اگر ما به یک شکل ورکشاپ ها را دایر بکنیم، سیمینارها را دایر بکنیم، دکتر صاحبا را برای ارتقای ظرفیتشون کوشش بکنیم، اما قدر ما جلو مرگ و میر مادر و نوزاد در افغانستان گرفته میتونیم. همچنان از تلاش ها و کوشش ها و کمک های از اونا بود که ما عضویت فیگور یا انجمن دکترای نسای ولادی جنوب آسیا را به دست آوردیم، عضویت صفاک را به دست آوردیم و ای از دستاوردهای بسیار عالی انجمن دکترای نسای ولادی است که به خاطر از اینکه ریت مرگ و میر در افغانستان در بین خانم ها و اطفال پایان بیارن، ما میتونیم نام ببریم و سپاسگزاری بکنیم ازش. سلامت باشین. در قسمت آمار مرگ میر هم صحبت کردین. میشه در رابطه به این بگوین که آمار مرگ میر مادران هنگام زایمان چقدر است و چقدر امکان ازی داره که خصوصا در ولایت که دوردست هستند و به خدمات صحی کمتر دسترسی دارند، چقدر میتونه این مرگ میر و آمارش بلند باشه و چه راهکارهایی برای کاهش ازی در نظر گرفته شده تا فعلا؟ متاسفانه آمار مرگ و میر مادر و نوزاد در دهه آخر زیاد شده، بیشتر است، به خاطر از اینکه در مرکز خو امکانات زیاد است، شفاخانه زیاد است، هم شفاخانه دولتی است، هم شفاخانه شخصی است و همچنان سطح آگاهی مردم نسبتاً بلندتر است. ولی مشکل زیاد در ولایات خصوصا در ولسوالی‌های دوردست افغانستان است که اونجا مراکز صحی موجود نیست و همچنان یک تعداد رسوم و عنعنات بسیار مختص به خود مردم افغانستان دارند، خصوصا در مناطق دوردست. اونا مثلا زیاد کوشش نمیکنن که یک خانم حامله را با وقت به دکتر برسانن و وقت مثلا مریض پیش دکتر میبرن که فاصله راه هم زیاد است، راه های صعب العبور هم است و او وقت مریض هم وضعیتش خراب است. وقت مریض تا انتقال میتن ممکن است مثلا به شفاخانه ولایتی یا به کلینیک ولسوالی مریض وقتش تلف شود و خود مادر و طفل از بین بره. این پرابلم های بسیار جدی است که فعلا ما به او دست به گریبان هستیم. ولی در پایتخت باز این مشکلات کمتر است، به خاطر از اینکه تمام بیشتر خانواده ها مثلا از طریق میدیا مثلا دسترسی دارن، میبینن که مثلا یک خانم حامله باید در زمان حمل حتما حداقل 4 بار پیش دکتر بره، طفل خودم معاینه بکنه در داخل بطنش. بر ولادت حتما باید به یک مرکز صحی مجهز مراجعه بکنه، ولادت در شفاخانه صورت بگیره. بعد از ولادت باید مراقبت های درست برای یک مادر که ولادت کرده انجام شود. ولی متاسفانه در اطراف این مسائل نیست، خصوصا در آخر که کمک های جهانی کم شده و همچنان در بخش تربیه و تعلیم قابله ها و حتی دایه های محلی فعلا قدر کار صورت نگرفته. این سبب میشه که مریضی که مشکل داره به وقت شناسایی نشه و متاسفانه که سبب از شود که مادر طفل جان خود است. دکتر صاحب، در قسمت آموزش هم یادآور شدین و گفتین آیا آموزش های تخصصی کافی برای دکتران در ولایت وجود داره یا خیر؟ و چقدر امکانات هستی که به گفته شما کادر متخصص باشه در ولایت تا که بتونن از مرگ و میر مادر و نوزاد جلوگیری صورت بگیره؟ در مجموع در تمام افغانستان عایشه جان کادرای
جوان و تحصیل کرده که فعلا مثلا از درس محروم ماندن، چی بخش قابلگی هستن، چی بخش عالی یا بخش طبی هستن، دکتر هستن، اینا ای به یک شکل نه به یک شکل به یک نحوی حتما بالای ارزی خدمات صحی تاثیر میگذاره. همونطور که در مراکز صحی مثلا مراکز تعلیمی بسته است و درس تحصیل یا امو زمینه برای آموزش برای دکترها و برای قابله ها مساعد نیست، همون تو در اطراف و در ولایات نیست. یک تعداد زیاد مثلا محصلین که در بخش طب معالجوی درس میخواندن و یا در بخش قابلگی درس میخواندن، یک تعداد زیادشان از ولایات بودن، از بسیار مناطق دوردست بودن. حتی من شاهد تو دکتر هستم یا محصل هستم که او در اینجا اتاق داشته در زمانی که درس میخوانده و در بخش طب معالجه‌ای مثلا درس میخوانده در یک از پانتونای خصوصی و آینده را میخواسته که دکتر شه و با ولایت خود و یا با مولسوالی خود بره من حیث دکتر کار بکنه. به همین ترتیب قابل صاحبا همچنان. پس وقتی که زمینی درس و تحصیل و تعلیم مساعد نباشه و مساعد نشه، معلوم دار است که آل قدر معلوم نمیشه، ولی چند سال بعد ممکن است که بسیار عوارض بدی را خصوصا برای مادرها و برای اطفالی به وجود بیاره. چون این نه تنها در مرکز است، پیشترم گفتم در ولایت هم است و در مناطق دوردست که اوجا حتی فکر بکنین در بعض ولایت ها اگر شما در جریان هستین و بودین که همی کنر وقتی که حادثه زلزله شد در اونجا یک تعداد تیمای صحی از مرکز رفتن، از ولایت همجوار رفتن در اون مناطق زلزله زده و خود اون مناطق هیچ اصلا نه کلینیک داشتن، نه دکتر متخصص داشتن، نه دکتر ایندی داشتن، نه قابله داشتن. خود از نو از دیگه جاها برای خدمت برای زلزله زده ها و همچنان برای خانمای حامله که در اونجا متضرر شده بودن و در حال متضرر شدن بودن و همچنان برای اطفال که ضرورت به کمک داشتن، نوزادایی که در اونجا بودن، از دیگه جاها رفتن. و این نشان داد که ما سخت به پرسنل صحی جوانی که تعلیمات بگیرن برسن و آماده باشن برای از که شروع به خدمت بکنن و به مو مناطق دوردست افغانستان اعزام شوند با یک معاش خوب، با یک امکانات درست، از نظر امنیتی شرایط برشان مساعد باشه که اونا ارزی خدمات بکنن تا ریت مرگ و میر در بین مادرها و اطفال پایان آورده شود. از نظر شما آگاهی به خاطر ای که سطح فهمشان بلند بره و ای که بتانن از خدمات صحی بهره مند شوند در ولایت و نقاط دوردست چقدر میتونه رول اساسی را در زندگیشان بازی بکنه و ای که از تلفات مادر و نوزاد جلوگیری شود و ای که آمار بلند نره؟ آگاهی دهی چقدر یعنی نقشش مهم است و چقدر باید مد نظر گرفته شود؟ آگاهی دهی خو عایشه جان نه تنها در ولایت که در خود مرکز هم ضرورت است. وقتی ما این برنامه را مثلا از طریق میدیا که شما و دیگه ژورنالیست ها و همکارای شما پخش میکنن برنامه را، اینا را یک تعداد زیاد چی از طریق رادیو، چی از طریق فیسبوک است یا صفحات دیگه اجتماعی است، اگر هموطنان ما میبینن سطح دانش آگاهیشان بالا میره و می ترتیب در ولایات و در مناطق دوردست هم همین رقم است. حداقل به نظر من اگر از طریق میدیا مثلا نمیشه، از طریق مساجد، از طریق ملای امامان که علمای دین هستن، اونا از هر نگاه در موارد مثلا در بسیاری موارد خصوصا در بخش صحت افراد جامعه اونا آگاهی دارن، مجالس دارن، شوراها دارن، اونم شوراها و مجالس خود این برنامه را مطرح بسازن و آگاهی را از منبر مساجد بر مردم برسانن. مثلا بر مردم گفته شود در نمازهای جمعه که خانمی که حامله است او ضرورت داره که پیش دکتر نسای ولادی یک دفعه برده شود، دیده شود. در صورت که خانم یک پرابلم صحی در جریان حمل پیدا میکنه، عاجل باید به دکتر برده شود. تو نشه که مریض گذاشته شود تا وقتی که وضعیتش خراب شد، باز در اون وقت مریض مثلا بالای یک قاطر یا بالای یک گودی سوار بسازن از یک نقطه بسیار دوردست تا گیر بر کلینیک میرسانه. خب معلوم دار است که مریض خودش و طفلش درا تلف میشه. اگر سطح آگاهی عامه بلند برده شود،
کیفیت زندگی مردم و به حساب کیفیت زندگی خانواده‌ای که در حال پاشیدن است از باعث از دست رفتن عضو ارشد خانواده که مادر است او بلند میره و از مرگ و میر جلوگیری میشه. بنابراین این مسئولیت امارت اسلامی افغانستان است که در پالی ازی که دیگه مسائل مثلا مد نظر میگیرن در بخش صحت در مناطق دوردست خصوصا از طریق مساجد از طریق اماکن برای مردم آگاهی رسانی بکنن که برای خانمای معامله در خانواده باید یک ارزش قائل باشه. از ازدواجای قبل از سن بلوغ باید جلوگیری شود که یک عامل بسیار عمده مرگ و میر خانم‌های حامله و زنان تازه یا عروس که سنشان پایین تر از 18 سال است یک مسئله است و همچنان اینمی یک سبب کمخونی است، سبب بلند رفتن فشار بلند است، سبب پرکلمسی های اکلمسی که از جمله اختلالات فشار بلند خون است، زیاد در خانم‌های جوانی که تازه به حساب سنشان هنوز مثلا تکمیل نیست 18 سال پوره نکردن و اینا حمل گرفتن. در اینا است اگر این مسائل مطرح شود مردم فهمانده شود حتما روی کیفیت زندگی مردم تاثیر به وجود میاره و تاثیر میگذاره. دکتر صاحب مشکلات اقتصادی و فرهنگی چه نقش و یا هم چه تاثیر بر مراجع زنان به خدمات صحی داره؟ یکی بتونن مراجعه کنن برای یک مرکزی که بتونن همون مشکلات که دارن حل بکنن، چی در داخل ولایت باشه چی هم در مرکز باشه، یعنی نقش اجتماع چی میتونه رول اساسی را بازی بکنه و چقدر تاثیر داشته باشه؟ عایشه جان متاسفانه افغانستان از جمله کشورهای جهان سوم است. یک کشور بسیار فقیر است. مردم کشور ما مردم بسیار فقیر و غریب هستند. در پلوی از یک تعداد رسوم و عنعنات و فرهنگ مختص به خود ما داریم که این سبب میشه که عرضه خدمات صحی به شکل درستش صورت نگیره. مثلا در خانواده ها اگر اعضای ارشد خانواده که خشوع خسر است مثلا او همیشه گپ اول میزنن در خانواده، اینی مسائل سبب میشه که یک خانم به شکل درست دسترسی به امو امکانات کمی صحی که حتی اگر در ولایتش است یا در ولسوالیش است او را به دست نبیره. و همچنان فقر یک پرابلم بسیار عمده است. فقر غذایی است. مثلا خانم‌های حامله به یک تغذیه بسیار مناسب و درست در زمان حمل ضرورت دارند. بعد از اینکه اینا ولادت میکنن تغذیه بسیار درست ضرورت دارن که شیر کافی داشته باشن که طفل خود تغذیه درست بکنن. وقتی که یک مادر شیر کافی نداشته باشه طفل خود درست تغذیه کردن نتونه، معلوم داره است که طفل میره به طرف سوی تغذیه و این سوی تغذیه خودش یک پرابلم بسیار جدی در زمان طفولیت که حتی خطر مرگ بر طفل به وجود میاره و اگر امید طفل بعداً کلان میشه به شکل سوی تغذیه و مراحل ابتدایی رشد تا 5 سال است به شکل درست اگر یک طفل سپری نکنه فکر بکنین که وقتی که طفل جوان میشه از او چی جور خواهد شد، نه از نظر دماغی و یک رشد صحیح می داشته باشه، نه از نظر قد و وزن یک رشد صحیح می داشته باشه، یک فرد ناقص در جامعه تقدیم میشه. بنابراین مسائل فرهنگی، مسائل اقتصادی رول بسیار عمده و اساسی در کیفیت زندگی داره، در کیفیت تعلیم و تربیه یک طفل سالم داره، یک مادر صحتمند داره که امیدوار هستیم که آهسته آهسته این مشکلات حل شود و ما یک روز شاهد ازی باشیم که در هیچ منطقه ما یک مادر با پرابلم صحی نداشته باشیم، یک طفل با پرابلم صحی نداشته باشیم، یک جوان با پرابلم صحی طفلیت که ناشی از تغذیه نادرست و ناکافی طفلیتش بوده که بالاخره به شکل ناقص جوان شده و کلان شده و تقدیم جامعه شده او را نداشته باشیم. سلامت باشین. در رابطه به نقش انجمن در هماهنگی با نهادهای بین المللی بر ارتقای خدمات صحی نظر شما چی است؟ چقدر یعنی هماهنگ کردن بهتر است و چقدر میتونه نقش مهم را داشته باشه؟ انجمن دکترای نسای ولادی با وجود چالش ها و پرابلم هایی که با او روبروست زیاد کوشش کرده که روابط بسیار خوبه با انجمن‌های نسای ولادی کشورهای دیگه داشته باشه، با برقراری روابط بر بهبود کیفیت عرضه خدمات صحی نهادهای بین المللی با وزارت صحت عامه و به خود انجمن نسای ولادی داشته باشه
که ما شاهد بسیار ارتباطات زیاد و صمیمی انجمن دکترای نسای ولادی هستیم با به طور مثال جامعه جراحان افغانستان در خود افغانستان که امی فعلا خوشبختانه رئیس انجمن دکترای نسای ولادی افغانستان معاون اتحادیه جراحان افغانستان هستند و همچنان زیادتر کوشش میکنن که حتی ارتباطات پیشتر هم گفتیم که با امو نهادهای کمک رسان در بخش صحت برقرار بکنن تا به یک شکل خدمت خود برای عرضه خدمات صحی برای بهبود صحت مادر و نوزاد داشته باشن. آیا قوانین یا دستورالعمل برای جلوگیری از مداخله افراد غیر متخصص در جریان زایمان وجود داره؟ ای که مثلا در روستاها بیشتر مواجه هستیم با ای که خانم ها جایی که پیش دکتر ها مراجعه بکنن میرن به یک قابله یا یک خانم که به گفته خودشان در اون منطقه هست و همیشه خانمایی که حمل دارند پیشان مراجعه میکنن و به گفته خودشان علم کل است در اون منطقه. نظر شما چی است؟ چقدر میتونه تاثیر داشته باشه و آمار مرگ و میر در اون منطقه بلند ببره؟ قانون خو وجود داره عایشه جان. قوانین صحی هست که هر کس باید در مسلک خود کار بکنه و هیچ وقت یک مریض توسط یک کسی که غیر مسلکی است باید دیده نشه و نظر برش داده نشه. ولی اجرای قوانین گپ مهم است که متاسفانه اجرا نمیشه به شکل درست، یا در مساحاتی که مثلا کسایی هستن که به شکل غیر مسلکی مداخله میکنن اونجا کسی نیست که ازشان پرسان بکنه که مثلا این کار شما خو نیست که شما یک مریض مثلا دست بزنین. و در پولیزی اگر در یک منطقه دوردست حداقل یک قابله باشه که تعلیمات سی دیده باشه و یا حداقل یک دایره محلی که توسط پرسنل صحی تعلیم داده شده باشه یا تعلیم یافته باشه خب یک جان بسر گفته عام. اگر نباشه این مداخلات معلوم دار است که صحت مادر و طفل به مخاطره مندازه و حتی سبب مرگ مادر و اطفال شده که ما بسیار شنیدیم این واقعات که مثلا مریض یک طفل فولترم در بطن خود داشته، طفل به شکل ارزانی در شکم مادرش بوده، به شکل ترانسفرس بوده و ایره بردن پیش یک خانم کلانی که گفته سالهایی مثلا مریضا را ولادت میداده یا خانم‌ها پیشان ولادت میکرده، در حالی که یک طفلی که به شکل ترانسورس باشه یا به شکل ارزانی در شکم مادرش قرار گرفته باشه به هیچ وجه او خانم ولادت کرده نمیتونه. مریض مواجه به رپچر رحمی شده، مریض تا وقتی که بر شفاخانه و به شفاخانه ولایتی منتقل شده و به شفاخانه ولسوالی منتقل شده در راه فوت کرده. این مداخلات بسیار تاثیر بد داره و ما باز هم امید خود از دست نمیدیم. امیدوار هستیم که یک روز در مناطق بسیار دوردست افغانستان ما شاهد موجودیت حداقل قابله‌های تعلیم یافته و درس خوانده و با مهارت باشیم که مریضا را در وقتی که مثلا برای ولادت میرن و یا برای چکاپ میرن اونجا مریض خراب شناسایی بکنن و چیزی که به حساب از توانشان خارج است عاجل در موقعش مریض به مرکز صحی مجهزتر ریفر بکنن تا از مرگ مادر طفل جلوگیری شود. سلامت باشین. به عنوان آخرین سوال پیام شما را برای خانواده ها و زنان باردار و همچنان مسئولین صحی می داشته باشیم که پیام شما در این بخش برای اونا چی است؟ پیام ما برای خانواده خصوصا که همیشه من خانواده را میگم بعض وقتا در بعض برنامه از بس که من پیام برای خانواده ها برای افراد ارشد خانواده میگم شاید بعض خانواده بگن که همیشه ما را اینا زیر سوال قرار میتن، ولی این یک گپ بسیار مهم است که خانواده خصوصا خوشوها در خانواده وقتی که حضور دارن کوشش بکنن که وقتی که یک مریض حامله در خانه دارن او را زیاد مد نظر داشته باشن، متوجه از او باشن. حداقل در زمان حمل یک خانم حامله باید 4 بار پیش دکتر همو ویزیتای پریناتال یا انتیناتال باید داشته باشه. 4 دفعه باید حداقل پیش دکتر برده شود، خصوصا در ماهای آخر در صورت که خانم مثلا پوندیدگی در دستروش پیدا میکنه و فشارش بلند میره، عاجل به کلینیک و یا به شفاخانه رجعت داده شود تا از خطرات فشار بلند در زمان حمل
جلوگیری شود و طفل صحیح و سالم به دنیا بره و به این ترتیب در تغذیه خانم‌های حامله بسیار زیاد متوجه باشن. مادرای عزیزی که دخترای نوجوان در خانواده دارن کوشش بکنن که دخترای خود قبل از سن 18 سالگی به ازدواج نتن، به خاطر از اینکه یک عامل بسیار خطرناک برای یک خانم نوبالغ یا نوجوان ولادت است که میتونه سبب معیوبیت ها، سبب مرگ خود مادر و طفل شود و به می ترتیب برای وزارت صحت عامه امارت اسلامی افغانستان یک پیام بسیار واضح و مشخص که همیشه گفتیم ما داریم، ما دکترها، که توجه به این داشته باشد که در بخش تعلیم و تربیه کادرهای جوان نسای ولادی کوشش بکنن، در بخش تعلیم تربیه قابله ها کوشش بکنن، به خاطر از اینکه ما من حیث متخصصین نسای ولادی تا یک مدت اگر کار کرده بتانیم بعد از او خو پیر و فرتوت میشیم دیگه، ما از کار نیستیم. بنابراین یک کادر جوان دیگه باید به جای من بگیره و من حیث متخصص نسای ولادی کار بکنه، اگر در مرکز است و یا در ولایت است. اگر توجه به تعلیم کادرها بیشتر شود، من مطمئن هستم که بسیار کادرهای خوب و جوان میتونن که برن به ولایات و حتی در مناطق دوردست در صورت که زمینه برشان مساعد بسازه دولت، اونجا عرضه خدمات بکنن و ما به یک شکل ریت مرگ و میره در بین مادر و نوزاد پایان میتونیم بیاریم. سلامت باشین. سپاسگزاری میکنم از شما که در برنامه حضور پیدا کردین. ممنون شما دکتر صاحب. از آنی هم بودی برنامه نکاس که تقدیم حضور شما شد. تا تقدیم نمودن برنامه بعد همه شما را به الله سبحانه امانت می‌سپارم.